سلام دوستان عزیز، این دفعه مسئله 236 ریمکویچ رو حل می نماییم. شرطش چنین است: اتوبوسی که با سرعت 12 متر تقسیم ثانیه در حرکت بود، پس از چند وقتی سر شدن ترمزخوری فوری توقف می کند. کوفیسینت سویش هنگام این گونه ترمزخوری 0.4 است. مسئله 236 از ریمکویچ و داده شده است. اتوبوسی که با سرعت 12 متر تقسیم ثانیه در حرکت بود، پس از چند وقت سر ترمز شدن، کوفیسینت سویش برابر 0.4 می باشد. یعنی بعد از چقدر وقت سرعت اتومبیل با 0 برابر می شود. حل: موافق قانون دوم نیوتن، سومه همه قوه برابر ma می باشد. سومه همه قوه برابر ma همه وقت. اکنون ما می دانیم که در هنگام ترمزخوری در همواری تنها به جسم قوه سایش تاثیر می رساند و خلاص. قوه سایش، البته قوه وزنینی تاثیر می رساند و قوه ریاکسیون تکیه آنها همدیگر را در توازن نگاه می دارند و در تیر x و اعتبار گرفته نمی شوند و همینطور قوه سایش برابر می شود به m ضرب a. ما می دانیم که قوه سایش، فرمول قوه سایش برابر میو ام ری می باشد. پس آنها رو برابر می سازیم. ام ا برابر میو ام ری، ام ها اختصار می شوند و می ماند ا برابر میو ری. ما ا رو پیدا کردیم. اکنون بعد از چقدر وقت سرعت اتوبوس برابر 9 می گردد. سرعت در حرکت ثابت با فرمول در حرکت ثابت شونده و برابر v0 طرح at. پس از اینجا ت رو میابیم. v0 برابر at می گردد و t برابر v0 تقسیم a و در جای اما انا این را میگذاریم. v0 تقسیم میو ر برابر سرعت ابتدایی 12 و تقسیم 4. 0.4 ضرب 10 4. 12 تقسیم 4 3 ثانیه. 3 ثانیه بعد از ترمزخوری فوری اتوبوس باز می ایستد. این بود مسئله 236 از موضوع حرکت با تاثیر قوه سایش، کتاب ریمکویچ.